جایز است. آخر نمیگوی یا اطاعت نمیکنی کجا رفتی امو رسید؟ نه یارا اطاعت کنده در کار نیست. این همش گپ های برادر عزیز. جان گفته اطاعت میکنی برای همین رفته. در هر یک ایده هایی که شما دارین دیده که در عید قربان، عید رمضان شما را تبریک میکنن. وقتی تبریکتون کردن شما رحمتشون بگین. در همون روزهای عیدتون یگان هدیهشون بدید. وقتی اونها عید کردن شما تبریکشون کنین میگن بین، زیرا شما میگن ناچارین، شما در ملک هوا زندگی دارین. شما دیگر ضروره که با اونها میگن در همین مسئله ها چیکار کنین؟ معامله کنین میگن. ما دیگر ناچاریم، ما ضروریم که در هر یک رسم هاشون، در هر یک ایده هاشون مقصد اونها را تبریک بگیم، تهنیه بگیم. یعنی اینها میگه دیگر جای ناگزیر است، ما دیگر نمیتونیم. برای همین در برابر همون تبریکی که میکند شما تبریکشون کنید. تبریک میکنیم نه هدیه میدیم. برادرها، من نمیدونم اون شخصیت هایی که امروز بعضی نوارهای دیدم گفتین که مقصد شما در دیار آنها غریب هستید، کار میکنید، تبریک کنید. گفتین دیگه علاج نداره. گفتین چقدر دیگه علاج نداره؟ تبریک نکنید. تنازل در دین اجازت نیست. شاید آنهایی که این سخن گفتن مجبور باشند، شاید آنها مجبور کرده شدند برای گفتن این گونه سخنها، آنها خودشون به این سخنها جواب میدن. لیکن هیچگاه تبریک کردن کافرها به عیدشان نادرست است. چخیلی که ابن القیم گفتن با اتفاق علما حرام است اگر صاحبش یعنی تبریک کننده از کفر سلامت ماند ولی که از گناه سلامت نمیماند. چخیلی ما بگوییم که تبریک کنیتون امر، نعوذ بالله، این نادرست است. ابن القیم رحمت الله علیه آیید تبریک کردن همدیگر یا خود کافرها در عید آنها میگویند که اما تهنئتهم بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق. اما تبریک و تهنیت گفتن کافرها به شعائر آنها، به شعائر یعنی شعائر دینی، هر چیزی که آن را بزرگ می شمارند، خاص برای آنها باشد، فحرام، این حرام است با اتفاق علما. و بعضی ها میگن که کافر نگو، کافر نگو، اونا هم بنده های الله هست. ولی در پایان جواب میدیم و ذلك كان يهنئهم باعيادهم وذلك كان يهنئهم باعيادهم فيقول عيدكم مبارك، فيقول عيدك مبارك. این مانند این است که به عیدهاشان تهنیه گوید، تبریک گوید که عید شما مبارک باشد گوید. او تهنأ بهذا العید، یا اینکه به عید تهنیت گوید. فهذا ان سلم قائله من الكفر وهو من المحرمات. اگر گوینده این سخن از کفر سلامت ماند پس این از جمله حرام ها هست. یعنی تبریک کردن کافرها به عید کفر آنها این حرام است. و هو بمنزلت ان یهنئه بسجوده للصلیب. این به منزلت این که وقتی که نصرانی به صلیب سجده میکند و این شرک است و این کفر محض است، شما گویا که به همین کار کفرش او را تبریک کردید. و تبریک هم اصطلاح شرعی است. این اصطلاح شریعت از الله تعالی به این کارت برکت دهد گفتنی گپ است. و کثیر ممن لا قدر للدین عنده یقع فی ذلک. بسیار آدمایی که دین در نزد آنها قدر ندارد همین گونه مردم کفار را به جشن عیدشون تبریک میکنند. ولا یدری قبح ما فعل. قبح، قباحت، بی‌زیبی و گناه بودن این کاری که کرد نمیداند، برای که از اصل دین خودش بیخبر است. فمن هنأ عبدا بمعصیة او بدعة او کفر فقد تعرض لمقت الله و سخطه. کسی که یک بنده ای را در گناهش یا در بدعتش یا در کفرش تبریک و تهنیت کنند در حقیقت خودش به غضب الله تعالی پیشنهاد کرده است. و یدخل فی هذا ایضا تعظیمهم
و مخاطبتهم بالسید و المولا. این چونین از جمله همه عملهای حرام است بزرگ شماریدن کافرها و در وقت خطاب کردن آنها را سید و مولایه، یعنی مولای من، خواجه من گفتن. و ذلك حرام قطعا، این کارها در حقیقت حرام است، قطعی حرام است.